نخستین اردوگاه برای بیجا شدگان و پناهجویان احتمالی در خاک تاجیکستان و در نزدیکی مرز با افغانستان. در مراسم افتتاحی آن مقامات رسمی و نمایندگان اداره پناهجویان سازمان ملل حضور داشتند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع آوری مبلغ را به عهده داشت، هرچند خود سازمان ما نیز برای طرح $500,000 آمریکایی جدا کرده است. اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی در 50 کیلومتری مرز با افغانستان نارام جایگیر است که پناهجویان زیاد می‌خواهند از آنجا به تاجیکستان وارد شوند. در مساحت بیش از 1 هکتار است و خیمه‌های آن می‌توانند برای 20 نفری سرپناه باشند. در مرحله اول برای 500 نفر پیش بینی شده است و شاید در آینده بزرگتر شود. лагерь умуман ҳамин дар мавриди аввал вақте ки сохта шуд ба 500 нафар мувофиқа гашт, лекин дирӯз баъд аз оне ки аз ҷониби ҳукумати ҷопон чанд тан дигар хайма пешниҳод гашт, ин урдугоҳ метавонад васеъ гардад майдонаш ва ба 1000 нафар ниёзмандон гӯем ки дарҳои худро боз намояд. حکومت تاجیکستان را در گذشته برای قبول نکردن پناهجویان افغان که از جنگ و خونریزی و از ترس طالبان گریخته به مرز آمدند تنقید کردند. حکومت میگوید که توانایی سرپناه دادن به فراریان را ندارد. اردوگاه برای بیجا شدگان و پناهجویان احتمالی در تاجیکستان بعد از چند روز انتقادی سازمان ملل باز شد که گفت حکومت تاجیکستان یک خانواده پناهجویان افغان را برخلاف عهدنامه‌های بین المللی خود به افغانستان فرستاده جان آنها را در خطر گذاشته است.